این یه ابر امارات 100 میلیون دلاریه و احتمالاً لاکچری ترین خونه ای که تا به حال به دست بشر ساخته شده. ما قراره زندگی کردن تو این خونه رو با زندگی کردن در این خونه 69 میلیون دلاری که در برابر سونامی مقاومه مقایسه کنیم و بعد برسیم به این قصر 30 میلیون دلاری که پارک آبی شخصی داره و خیلی چیزهای دیگه و در آخر بریم سراغ این خونه تک کاربری $1. شبیه یه آلونکی. فقط $1. چرا این خونه $1؟ خب اگه یه طوفان دیگه بیاد احتمالاً تو آب حل میشه. پس فقط لازمه $1 بگیرن تا از دستش خلاص پس بشن. میفرمایید این اصلا سرمایه‌گذاری خوبی برای من نیست، درسته؟ زدی به هدف. یا انجامش بدیم. بزن بریم. چقدر احتمال داره که بیافتیم پایین؟ خیلی زیاد. داداش اینا لق میزنن. این صندلیه جوری انگار جفت دستی جونشو نگه داشته. ما یه صندلی و یه تشک و نصف کف خونه رو داریم. میتونم تو خونه بشینم و ماهی بگیرم. آها یکی گرفتم. واو. فقط یه تومه بود چاخان کردم. حالا که میبینی داره بهمون خوش میگذره از فروختنش پشیمون نیستی؟ نه نیستم. اگه $2 بدم ازم پس میگیری؟ نه. باشه تلاش کرد. من یه ایده دارم از این خونه بریم بیرون. در ادامه میریم سراغ یه خونه که 100 میلیون برابر این خونه قیمت داره. از اونجایی که دیگه قصد ندارم پامو تو این خونه خرابه بذارم، بیاین بریم سراغ یه جای قشنگ‌تر. همونطور که گفتم اومدیم به یه خونه $1 میلیون که در واقع یعنی شما برای خریدن این خونه باید میلیونر باشین. باید ببینیم یه میلیونر کجا زندگی میکنه. اولین حسی که داد این بود که از خونه من خیلی بزرگتره. با پرداخت $1 میلیون یه آشپزخونه نسبتاً بزرگ گیرتون میاد و 4 تا اتاق خواب که معمولی بودن. اما این همه چیزش نیست. این اتاق خواب یه اتاق مخفی داره که به یه حموم راه داره و این حموم از کل خونه $1 بزرگتره. این خیلی وان بزرگیه. قد من 185 و خیلی راحت توی وان جا شده. با اینکه تو تمام حموم‌ها بیده قرار داشت. وای خدا. بهترین قسمت خونه رسما تو زیر زمینه. با اینجا رو یه سینمای خونگی دارن. داداش این صندلی‌ها ماساژور دارن. وایسا. هر کدوم از این صندلی‌ها 2 تا کنترل دارن. حالا این سینما یه اتاق بازی هست. فکر نمی‌کردم با پرداخت $1 میلیون یه همچین امکاناتی داشته باشه. این خونه حرف اگه نداره. صاحب خونه بودن دوستای بیشتری داشتن و در آخر با همچین استخر امکانات خونه تکمیل میشه. کنار بشین آبشاره که نیازی نیست باشه. در کل زندگی تو این خونه خیلی خوبه. ولی البته اگه قرار گرون‌ترینا رو با هم امتحان کنیم، برای همین بعد از این میریم توی خونه 15. خونه $15 میلیون. باید در رو خدایی. گل بدی؟ وای پسر. انگار فیکه. شبیه همون خونه ای که می‌خواستی توی GTA بخری؟ چشم اندازش بی‌نظیره. استخرش از استخر خونه $1 میلیون خیلی کوچیک‌تره. اما شما میتونید رسما کل لس آنجلس رو ببینید. کمک! هی کمک! کافیه بس کنید برید داخل. دوستای جدید میخوام. خب فکر میکنین شغل این صاحب خونه چی باشه ها؟ NFT. یه وکیله. اون وکیل برتر سال 2017 و وکیل شماره که سال 2021 بود. حالا معلوم شد چطوری میشه این خونه رو خرید. ظاهرا اینجا یه یادداشت برام گذاشتن. مستر بیست عزیز، ممنون که اومدی به خونه من. تو کادوی خیلی بزرگی به من دادی. حالا من در برابر بچه‌ام یه برگ برنده دارم. بعد در ضمن هیچ کدوم از ساندویچ‌ها رو نخور. اونا خیلی برام با ارزش هستن. اعضای خانواده من اونا رو نسل به نسل منتقل کردن. باشه. پایین بالا. خیلی خوب میریم پایین. حالا زیبایی یه خونه مشخص میشه. طبقه پایین این عمارت یه سینما و یه باشگاه کاملا شخصی وجود داره. برای استفاده از این تردمیل باید رمز وارد کنی. 6969 نیست. یه اتاق خواب مهمان، یه اتاق سرگرمی و یه بار با یه عالمه غذای مجانی. بچه‌ها قبل از اینکه چیزی بخورید، اگه این غذا رو گذاشته باشه تا بتونه از ما بابت خوردن. خیلی خوب دیگه. کال خوردش و یه نمای خیلی فوق‌العاده از استخر اینجا داریم. همینه. نولان در پشت صحنه داره برای فیلمبرداری شنا میکنه. فکر نکنم خبر داشته باشه که دیگه ازش فیلم نمیگیری. آره یه بار دیگه انجامش بده. اینجا یه اتاق خواب بزرگ با یه نمای فوق‌العاده داریم. بیا اینجا کار. نخور بگیر. وای نولان اونو بگیر. نکن. بابا اگه پرتشم پایین از همون شکایت میکنم. من که کارمو به شکایت و دادگاه نکشه تصمیم گرفتم بریم اون سر کشور به ماساچوست و خونه $30 میلیون. این مرکب بزرگ 16 تا اتاق خواب و 4 تا ساختمان مجزا داره. تو ساختمان اصلی چند تا اتاق نشیمن وجود داره ولی این یکی بهترین اتاق نشیمن این خونه است. واقعا بزرگه. اینجا کجاست؟ اتاق رئیس جمهور. فکر میکنید چه کتابی به جز کتاب راه رسیدن به ثروت اثر بنجامین فرانکلین بتونیم پیدا کنیم؟ اون لامپو اختراع کرده و یه کتاب نوشته. فرانکلین. فرانکلین دقیقاً چیکار کرد؟ من میخوام این کتابو بخونم.
از اتاق نشیمن به اتاق کار که رد بشیم به یه آشپزخونه بزرگ میرسیم که یه هدیه توش بود. صاحب این خونه با درست کردن شمس ثروتمند شده. اون برامون شمعای اختصاصی رو یکی درست بوی کرد. ساحل میده. درسته. چطوری این رو تو شمع درست؟ و بالاترین قسمت ساختمان اصلی این خونه صاحب خونه تونسته یه سکو برای بازی گلف بسازه. برید کنار. اما این در برابر باحال‌ترین قسمت خونه اصلا چیزی نیست. ساختمان بغلی یه گاراژ پر از ماشین‌های خارجی. شبیه گاراژ یه بازی ویدیوییه. اینجا پر از مدلای لامبورگینیه. شبیه شکلات فروشی مخصوص بزرگترا. نکته خوبش اینه که یه گاراژ دیگه هم داریم. دنبالم بیاین. داداش ماشینه اینجا از ماشینه قبلی هم بیشتره. خدای من اونجا باور رو کن اگه ببین. یک از اینا رو نگاه. بدوزیم اون اصلا متوجه نمیشه. چطوری اینا رو خریده؟ من 3 تا از این مدل میخرم. خریدن این همه ماشین خودش یه شغل تمام وقت حساب میاد. اینجا یه راه پله است. خب بذار ببینم به کجا میرسه. اینجا مثل یه کمد پر از ماشینه. زیر اون کاراش یه عالمه ماشین دیگه است. اونا باید یه کلید برق اینجا گذاشته باشن. اینجا 20 تا ماشین است ولی لامپ نداره. ها واو. میشه. واو. یعنی من برای همین اینجا کلید برق نذاشتن. گفتم نمیشه 30 تا ماشین آورده باشن اینجا امکان اما نداره. برق کشی نکرده باشن. حالا اشتباهی منو ببخشید. تمام اتاق این خونه تا حالا عالی بودن. اما اگه اینجا مال من بود هیچ وقت از ساختمون بعدی بیرون نمیرفتم. اینجا فوق العاده است. نمیدونم به چه دلیل عجیب و غریب. اما کسی که این ساختمون رو ساخته به این فکر کرده که ساختن یه زمین تنیس سرپوشیده ایده خوبیه. یادآوری میکنم که داریم داخل یه خونه تنیس بازی میکنیم. من تنیس بلد نیستم. گروه خلافکارا دنبالم میاد. چی؟ امکان نداره. سالن بازی 2 طبقه. سالن بازی این خونه 20 برابر سالن بازی خونه 1 میلیون دلاریه. واو! اما تمامش این نیست. داداش این خونه همه چیز داره. خیلی خب من از اینجا ما نمیرم. داریم توی یه زمین بسکتبال که توی یه خونه از پینگ پونگ بازی میکنیم. با اولین پرتا. تمام قسمت این خونه 30 میلیون دلاری تا حالا خوب بودن. اما قسمت بعدیه که خاصش میکنه. از پله برید بالا تا به بهترین قسمت خونه برسید. چیزی که قراره ببینید دقیقاً همینجاست. اینجا رو ببینید. اینجا یه پارک آبی سرپوشیده. این کلا یه دنیای دیگه. ببین هلیشات چقدر دور شده هنوزم داره میره. برید کیف کنید ولی چیزی رو نشکنید. چشم قربان. میخوایم همه با هم با سرسره بریم پایین. ما تو پارک آبی خوش میگذرونیم. تو خونه بعدی میبینمتون. خبر بعدی اینه که این خونه اون سر کشوره. خبر خوب اینه که اینجا یه ابر امارات 45 میلیون دلاریه. وای خدای من این بزرگترین خونه یکی تو کل عمرم داخلش بودم. نمیدونم این قسمت بزرگ دقیقاً چیه ولی خیلی قشنگه. همونطور که میتونید حدس بزنید قیمت خونه ها رو به افزایشه. دیگه اصلا نمیدونم چطوری باید توصیفشون کنم. واقعا کلمه کم آوردم. این به احتمال زیاد قشنگترین چیزی که من تا حالا دیدم. برای همین به آقای مارک کومان مولتی میلیاردر گفتم کمک کنه. حالتون چطوره؟ سلام. خوشحالم جوان. آقای مارک هم صاحب تیم بسکتبال دالاس ماوریکسه و چون این خونه یه زمین بسکتبال خاص داره همونطور که میبینید یه مقدار سرگرم شدیم. نمیتونه پرتاب کنه. مرسی. از کال بگیرش. پرتاب کن. گل نمیشه. آره همینه. ما میتونیم. برو موقعیت خوبیه. همینه. وای نه. تیم جک میبره. زود باش ما بردیم. حالا میریم بقیه خونه رو به مارک جکرا نشون بدیم. برنده شده. حالا که همه عرق کردیم بریم ببینیم از نظر اون این خونه 45 میلیون دلار میارزه یا نه. شاید بخوایم بدونید. شنا نکرد. ولی انگاری من واقعا شده کرده. گفتی قیمت این خونه 45 چقدره؟ میلیون دلار. چه نمیارزه؟ به خاطر اینکه اینجا برنت‌ووده. قیمت این خونه نصف اینه. برنت‌وود اونجاست؟ نه اسم این محله. منم فکر کردم منظورش جنگل داخل خودم خونه فکر کردم است. اونو میگه. با مزه بود. حموم اینجا خیلی قشنگه. شما تو حمومتون مبل داری؟ آره. واقعا؟ باشه. آره. ما باید همسط مارک باشی. قانون اول اینه که باید یه توالت گرم داشته باشی. واقعا؟ استی که وقتی روش میشینی همینی که داره. موافقم. لازم نیست میلیاردر باشی تا خوشحال باشی. فقط باید یه بیده و یه صندلی توالت گرم بیشتر داشته وقتتون باشی. اینجا میگذره. خب من مطمئنم که مارک دوست داره وقت زیادی رو تو توالت بگذرونه ولی ما دیگه اینجا وقت نداریم. تو خونه بعدی میبینمتون. قیمت خونه بعدی خیلی اتفاقی با عدد مورد علاقه من یعنی 69 میلیون دلار برابره. شبیه خونه یه شخصیت شهروره. واقعا خونه تو چقدر شرورانه. فرق داری میرم
از مال من خیلی بزرگتره. فکر نمی‌کنم آدرست چیه؟ دلیل اینکه این خونه عجیب در بازار 69 میلیون دلار قیمت داره اینه که تا خرخره پر شده از مجسمه و آثار هنری گرون قیمت از سراسر دنیا. صرف نظر از اینکه این آثار هنری چقدر میارزه، ما قراره قیمتشو حدس بزنیم. به نظرتون قیمتش چنده ها؟ این سیستم صوتی کاملا منحصر به فرده. این دستگاه توسط مخترع واکمن ساخته شده که جز اولین دستگاهی که میتونستیم باش موقع راه رفتن آهنگ گوش کنیم. از اونجایی که توسط مخترع واکمن ساخته شده خیلی خاصه که بتونی یکی از اینا تو خونه داشته باشی. این اصلا تو خونه تو جا نمی‌کنه. چیزی که چشم انداز اینجا رو عالی میکنه نمای حیات همسایه هاست. به تمامش دید داره. اگه کسی که اونجا زندگی میکنه یواشکی با همسایه بغلی رابطه داشته باشه چی؟ اون نامزد سابقشه. داستان بعد از رومئو و دیدن جولیت. اتاق آخر داخل خونه یه سورپرایز در بیرون خونه منتظر ماست. اونجا رو ببینید. چی؟ گروه آقایون، شما اصلا هواپیمایی که اونو کشیدید دیدین؟ نه، اون من وقت هزینه چطوری این کارو هواپیما و کردن؟ اجاره حدود 1000 تا بیلبورد در سرتاسر آمریکا رو پرداخت کردم تا به همه بگم شکلات فیستیبل خوشمزه ترین شکلاتی که میشه خورد. دیگه شکلاتای متبرقه نخورید. شکلات فیستیبل یه نوع شکلات مدرن. در ضمن چون هالووین نزدیکه تو تمام خرده فروشی‌ها این بسته‌بندیایی که شکلات کوچیک داره رو میفروشید. خب اگه نمیخواین هالووین کسل کننده‌ای داشته باشین از اینا بخورید. خوشبختانه قیمت شکلات ما خیلی مناسبه. اما میدونید چی خیلی گرونه؟ آخرین خونه ویدیو، یا بهتر بگم خونه 139 میلیون دلاری. مطمئناً این لاکچری ترین ابر امارات کل دنیاست. این خونه بزرگ بالغ بر 10,000 متر مربع وسعت داره و چیزایی داره که تو هیچ خونه دیگه پیدا نمیشه. از یه کلوپ شبانه و اسکلت تیرکس گرفته تا یه آسانسور کاملا رباتیک. دیدن این خونه مغزتون رو منفجر میکنه و برای اینکه گشت و گذار تو این خونه رو خاص‌تر کنیم از جاستین تیمبرلیک خواستیم یه دیگر. اینجا خونه جاستینه. قرار خونه رو به ما نشون بده. نه خدای من، تا بار همچین نمایی تو عمرتون دیده بودین؟ این فوق‌العاده است. آره پسر، میبینی این تصویر پرده سبز حرف نداره. فکر کنم به نظرش جز 10 به خونه نظرم جزو برتره. 5 تای برتره. واقعا نمیشه توصیف کرد که این خونه چقدر بزرگه. این خونه 12 تا اتاق خواب و 17 سرویس بهداشتی داره که تو 3 طبقه مجزا قرار دارن و یه چشم‌انداز عالی از آسمون لس آنجلس. برای من مهمترین قسمت خونه آشپزخونه‌شه. یه آشپزخونه مینیمال. حالا نظرت درباره اینجا چیه؟ آره بیاید ادامه بدیم. آخر ویدیو متوجه میشیم که آیا اون 100 میلیون دلار برای خرید اینجا پرداخت میکنه یا نه. فعلا نگفته که دوستش داره. اولم نقد خونه عزیز. تمام قسمت این خونه از گرونترین مواد دنیا ساخته شده. برای مثال دیوارای این اتاق از یه نوع سنگ مرمر کاملا منحصر به فرد ساخته شده که مستقیم از ایتالیا وارد شده. نمیتونید حدس بزنید که چقدر مرمر برای این خونه استفاده شده. منظورم اینه که این خونه کاملا سفارشی ساخته شده. آره، هیچ کدوم از دیوارای اینجا از مواد معمولی نیست. دیوار معمولی؟ چه لوستر عجیبیه. قیمت این لوستر بیشتر از 1 میلیون دلاره و رو سقف اینجا کار شده تا بتونه وزن این لوستر رو تحمل کنه. واقعا تهش معلوم نیست. چرا بهم نگفتی 1 میلیون دلاره؟ داشتم باش بازی فقط میکردم. قیمت لوسترای این خونه 60 میلیون دلاره. اتاقای طبقه پایین خیلی بهتره. اون پایین کلا یه خونه دیگه است. اگه اینجا رو نگاه کنی، اینجا واقعا یه سردخونه است. قراره منو اینجا زندونی کنی؟ نه لطفا نکنی. خب اینجا به چه درد آخیش. میخوره؟ نمیدونستم با این اتاق چی کار 50% کنم. احتمال میدن که اینجا گیر کردیم چون درش دستگیری نداره. آه نه، گیر نکردیم. اگه گیر میکردیم باحال میشد. جاستینو این یه دایناسور واقعیه؟ حالا که این خونه یه دایناسور داره، متقاعد شدی بخریش نه؟ هنوزم شک دارم. اوه چی؟ این خونه هنوز صاحبی نداره. برای همین اسم معدود کسایی که میتونن این خونه رو بخرن در اینجا نوشته شده. وارن بافت 80 میلیارد داره، آلیسون 50 میلیارد و بزوس 100 میلیارد. چندلر چرا اسم تو اینجا نیست؟ بله خب بیاید کم کم تمومش کنیم. ناران اینجا جس گرفتی یا؟ من فقط نشستم. تو واقعا به این خونه میای؟ ممنون، میخواستم بخرمش. چرا میخواستم؟ آره انتخاب خوبیه، بهتم میاد. فکر کنم نولان ویدیو رو ادیت کنه تا قسمت حذف بشه. این آسانسور ماشین 2 میلیون دلاری یکی از خاص‌ترین ویژگی‌های این خونه است. شما از تبلت انتخاب میکنید که میخواین سوار کدوم ماشین بشین و آسانسور اون ماشین رو میفرسته به گاراژی که 2 طبقه بالاست. میدونم به چی فکر میکنی. مشکل این قسمت اینه که اینجا فقط 6 تا لامورگینی جا میشه و فکر کنم تو واسه 10 تا ماشین جا آره به در می‌خواستی. نمیخوره مشخصه. حالا ببرین سینمای این خونه بزرگترین سینمای خونگیه که در تمام عمرم دیدم. واو. شبیه یه سینمای تا واقعیه. اینجا این بهترین سینمای خونگیه. و این این صندلی‌ها به فقط حالت $100 خوابیده خرج در برداشته. اینجا رو ببین جیمی، دکمه ماساژ رو منو فشار بده. هی من اینو نمیخوام.
ای داداش دکمه صندلی من کو؟ صندلی من ماساژور نداره. بیا جاتو با من عوض کن. بیا. پسر این عالیه. نمیدونم. خب بیایم بریم بالا. اتاق خواب اصلی اونجاست. این طرف هم حموم هست. اگه دلت خواست همزمان با 10 نفر حموم کنی خوش آمد پسر. تو این وان با هیچ کس دیگه نمیتونی حموم کنی، اما بخوای دوش بگیری میتونی یه ارتش اونجا جا بدی. البته اگه اهلش باشی. اهلش هست. حالا بهترین قسمت خونه کنار استخره. دلیل اصلی گرون بودن این خونه اینجاست. دارم فشارش میدم. این یه صفحه خیلی نمایشه. بزرگ. خیلی کنده. ولی چیز جالبیه ها. درسته همینطوره. آره حس درسته. هیجان انگیزی داره. خیلی باحاله. باش حال میکنه. منظورم اینه که این یکی خیلی خاصه. چه چشم انداز قشنگی از لس آنجلس داری. تصور کن این صفحه نمایش هست در دیگه. لس به آنجلس نظرم بود. هست. اصلا آره. این هست. مرکز لس آنجلسه و اونجا مرکز لس آنجلسه. محض اطلاع کار 185 سنت. آره کم و بیش یه چیزی تو بعد همین ببینید مایه این ها. صفحه نمایش چقدر ازش بلندتره. خیلی خب جاستین، تو همه جای خونه رو دیدی. حالا میخوایم بدونیم، در واقع میخوایم بدونیم که 100 میلیون دلار نقد داری یا نه. درست میفرمایید. این خونه رو میخری یا نه؟ لباس نولان هم میدیم لباس منو دوست داری؟ لباس اونم میدی؟ آره. هستمش. اون خرسی که لباس پاره کردم باش میدین یا نه؟ خیلی والی به چیکار کردم با تو؟ امیدوارم خوشتون اومده باشه. با امید دیدار. برای خرید خونه که دیدید به این آدرس اینستا سر بزنید.